این میز کاری صدرالدین عینی چند سال در اکادمی علم ها خدمت کرده است. حالا در خانه موزه صدرالدین عینی در شهر دوشنبه قرار دارد. با مناسبت زادروز صدرالدین عینی به خانه موزه‌اش آمدیم. اگر میخواهید شما هم همراه ما بیایید ببینید که چی دارد. البته اینجا هر چیزی که زندگی میکردن استفاده میبردن هست و چیزی جالبی که برای من پسند آمد و امکان دست زدن بود همین صندوق قدیمی است که از صدرالدین عینی باقی مانده است و لباس های صدرالدین عینی هستند که خیلی متاهای پختگین و زیبا. ببینید چقدر تازه و شاید همین لاکی ها نمیدونم همین لباس ها و همین چیزهای جالب شما دیده باشید در عکس و ویدیویی که صدرالدین عینی باقی مانده است. خلاصه دوستان عزیز، اگر میخواهید که از حیات صدرالدین عینی بیشتر واقف شوید و زندگی اون وقته صدرالدین عینی رو قهرمان جمهوری تاجیکستان رو بفهمید، پس به خانه موزه صدرالدین عینی و شهر دوشنبه بیایید.